تعقیب، تهدید و تبعیض تاجیکان در قرقیزستان. سفارت تاجیکستان در مسکو از تاجیکستانیان دعوت کرده است که از شرکت در عملیات جنگی علیه اوکراین خودداری کنند. در قزاقستان دیگر روز پرزیدنتی نخستین همچون عید تجلیل نمی شود. شهروندان تاجیکستان و تاجیکان مقیم قرقیزستان مورد تعقیب، تهدید، تبعیض در قرقیزستان قرار می گیرند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با اظهار نگرانی در این باره اظهارات نشر کرد. در اظهارات وزارت از بستن دکان‌های تاجیکان مقیم قرقیزستان، بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه، تصرف شناسنامه، شکستن شیشه ماشین‌ها، به خانه‌های تاجیک تباران زده در آمدن پلیس، تهدید به درغه، زورآوری جسمانی و غیره نام به نام و سنه به سنه یاد شده است. همچنین گفته می شود مقامات انتظامی قرقیزستان قصد دارند بیش از 500 دانشجو و شهروندان جمهوری تاجیکستان را که در مکاتب عالی ولایت اوش تحصیل می کنند اخراج کنند. علاوه بر این با فشار تهدیدها شهروندان تاجیکستان را مجبور می کنند تا به آسیب دیدگان نزاع مرزی در بادکند پول دهند. حتی در بشکک کوشش بر این شده که به قرارگاه سفیر تاجیکستان در قرقیزستان وارد شوند. جانب تاجیکستان سیاست تعقیب شهروندان تاجیکستان در قرقیزستان را محکوم کرده از مقامات قرقیزستان طلب کرده است که برای پیشگیری از آن چاره‌های فوری اندیشند. به تبعیض نسبت به تاجیکان و شهروندان تاجیکستان که در حدود قرقیزستان قرار دارند خاتمه داده شود. وزارت خارجه تاجیکستان در این بیانیه از قرقیزستان خواسته است که امنیت سفارت تاجیکستان در بشکک، کارمندان و خانواده‌های آنها را طبق عهده‌داری‌های کشور میزبان که از قانون‌های بین المللی برمی‌آیند تامین کند. سفارت تاجیکستان در روسیه شهروندان تاجیکستان را که در شهرهای روسیه کار و زندگی می‌کنند از مجازات جنایی برای شرکت در عملیات جنگی در قلمروی کشورهای خارجی هشدار داد. در این هشدار سفارت مهاجران تاجیک آگاه کرده شدند که از اشتراک در عملیات جنگی در قلمروی دولت‌های خارجی خودداری کنند، زیرا این عمل مطابق کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان جوابگری جنایی را پیش بینی می‌کند. در گزارش ذکر شده است که شهروندان جمهوری تاجیکستان برای گرفتن معلومات علاوگی می توانند به سفارت و کنسولگری های جمهوری تاجیکستان در شهرهای یکاترینبورگ، نوسیبیرسک، سنت پتربورگ و اوفا مراجعت نمایند. دیروز سفارت های قرقیزستان و ازبکستان به شهروندان کشورشان چنین هشدار داده بودند. علاوه بر این، اگنتی مهاجرت مهنتی خارجی ازبکستان از مهاجران ازبک در روسیه درخواست کرده است که در تظاهرات‌هایی که حالا در سراسر روسیه جریان دارند اشتراک نکنند. سنت قزاقستان با قبول قانون روز پرزیدنتی نخستین را که به خاطر اعتراف دستاوردهای نورسلطان نظربایف سابق پرزیدنت این کشور تشکیل شده بود از روی خط ایدهای دولتی این کشور بیرون کند. سنت قزاقستان با قبول قانون روز پرزیدنتی نخستین را که به خاطر اعتراف دستاوردهای نورسلطان نظربایف پرزیدنت سابق این کشور تشکیل شده بود از روی خط ایدهای دولتی این کشور بیرون کرد. قانون قبول شده برای امضا به پرزیدنت قزاقستان قاسم جمعت توقیف پیشنهاد شده است. این قانون تشکیل عید نو در قزاقستان روز جمهوری را پیش بینی می‌کند که همه ساله 25 اکتبر تجلیل خواهد شد. روز استقلال قزاقستان که 16 دکبر است بر روی خط ایدهای دولتی شامل شده است. روز پرزیدنتی نخستین در قزاقستان سال 2012 تأسیس شده همه ساله 1 دکبر جشن گرفته میشد. نخستین پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف است که سال 1991 رهبری این کشور را به عهده گرفت. او 20 مارس سال 2019 از مقام پرزیدنتی استعفا داد.